الان ازت میخوام فقط یک کار انجام بدی. یه میله پیدا کن و ازش آویزون شو. نه بارفیکس بزن، نه حرکت خاصی انجام بده، فقط آویزون بمون. حالا به تایمر نگاه کن. 10 ثانیه، 20 ثانیه، 30 ثانیه. اگه تونستی بیشتر از 30 ثانیه دووم بیاری، این ویدیو رو از دست نده. و اگرم نتونستی، شاید بدنت داره چیزی رو بهت میگه که تا امروز هیچ کس دربارش حرف نزده. جالبه بدونی دانشمندا سالاست متوجه شدن یک توانایی خیلی ساده میتونه اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت کلی بدن آدما بده. اما عجیبتر از همه اینه که تقریبا همه ما این توانایی رو بدون اینکه بفهمیم کم کم از دست دادیم. و نه، مشکل از ضعیف بودن عضلات نیست. مشکل خیلی عمیق‌تر از چیزیه که فکر میکنی. تا آخر این ویدیو میفهمید چرا فقط چند ثانیه آویزون موندن میتونه نگاهتو به تمرین، سلامتی و حتی بدنت رو برای همیشه عوض کنه و باعث بشه از سالها باشگاه رفتن این کار مفیدتر باشه. به چنل نویرا خوش اومدید. همه ما یه زمانی این کارو خیلی راحت انجام میدادیم. وقتی بچه بودیم از هر چیزی آویزون میشدیم، از میله‌های پارک، چارچوب در، حتی جایی که پدر مادرمون میگفتن نرو اونجا. چند دقیقه آویزون میموندیم و اصلا به این فکر نمیکردیم که شونه‌هامون درد میگیره یا دستمون خسته میشه. اما امروز چی؟ خیلی از ما حتی چند ثانیه نمیتونیم این کار رو انجام بدیم و وزن بدنمون رو نگه داریم. دستامون سریع خسته میشه، شونه‌هامون احساس فشار میکنه و فکر میکنیم بدنمون دیگه مثل قبل نیست. اما واقعیت اینه که بدن ما خراب نشده، فقط یه سری قابلیت‌ها رو کمتر استفاده کردیم. زندگی امروز ما خیلی با چیزی که بدنمون برای اون ساخته شده فرق داره. ساعت‌ها میشینیم پشت کامپیوتر کار میکنیم، با گوشی سرمون پایینه و تقریبا تمام روزمون توی یک حالت ثابت قرار داره. مشکل اینجاست که بدن مثل هر چیز دیگه، چیزی که ازش استفاده نکنی کم کم ضعیف میشه. شونهایی که زمانی برای بالا رفتن و گرفتن، آویزون شدن آماده بودن، حالا بیشتر وقتشون رو توی یک حالت محدود میگذرونن. برای همینه که یک حرکت به این سادگی خیلی از آدما تبدیل به یه چالش بزرگ شده. اما نکته جالب اینجاست، شاید چیزی که دنبالش هستی تمرین پیچیده، دستگاه گرون یا ساعت باشگاه رفتن نباشه. شاید فقط یک میله لازم داری و چند ثانیه آویزون موندن. حالا احتمالاً میگی باشه، از کجا شروع کنم؟ اول از همه یه میله محکم پیدا کن. میتونه میله بارفیکس باشه، میله پارک یا حتی یه بارفیکس که داخل چارچوب در نصب میشه. فقط مطمئن شو که وزن بدنت رو به راحتی تحمل میکنه. حالا دو دست رو تقریبا به اندازه عرض شونه باز کن و میله رو محکم بگیر. لازم نیست بارفیکس بزنی، لازم نیست خودتو بالا بکشی، فقط اجازه بده بدنت کامل از میله آویزون بشه. اگر حس کردی فشار زیادی روی شونهات وارد میشه یا تازه کاری، اشکال نداره. میتونی نوک انگشتای پاهات رو روی زمین نگه داری تا بخشی از وزن بدنت کم بشه. هر چند روز که گذشت کم کم وزن بیشتری به دستات منتقل میشن. هدف توی روز اول اصلا رکورد زدن نیست، فقط ببین چند ثانیه میتونی با فرم درست دووم بیاری. شاید 10 ثانیه، شاید 20 ثانیه، شاید بیشتر از 30 ثانیه. همین عدد نقطه شروع توه. بعد از چند هفته وقتی دوباره امتحانش کنی احتمالا خودت از پیشرفت تعجب میکنی. فقط یادت باشه کیفیت مهمتر از زمانه. بدنت باید آزاد آویزون باشه. شونات رو بی دلیل بالا نکش و نفست رو حبس نکن. فقط آروم نفس بکش و اجازه بده بدنت کاری رو انجام بده که برای انجام دادنش ساخته شده. اما یه اشتباه بزرگ وجود داره که باعث میشه خیلیا بعد از چند روز این حرکت رو کنار بذارن. اونا از همون روز اول میخوان رکورد بزنن، در حالی که هدف دیدهنگ این نیست که ثابت کنی قوی هستی. هدفش اینه که بدنت کم کم به اون موقعیت عادت کنه. اشتباه دوم اینه که شونه هاشون رو بیشتر از حد سفت میکنن و بدن رو منقبض نگه میدارن. توی حالت معمولی فقط کافیه بدنت آزاد باشه و نفس عمیق و آروم بکشی. اشتباه سوم نگه داشتن نفسه. خیلی ها موقع آویزون شدن ناخودآگاه نفسشون رو حبس میکنن و همین باعث میشه خیلی زودتر خسته بشن. اشتباه
چهارم و بعدی اینه که هر روز تا آخرین حد توان تمرین میکنن. این حرکت هم مثل هر تمرین دیگه به زمان برای ریکاوری نیاز داره. لازم نیست هر بار تا جایی ادامه بدی که دست ناگهانی از میله جدا بشه. و مهمتر از همه، اگه موقع آویزون شدن درد تیز یا غیر عادی داخل شونه یا آرنج احساس کردی ادامه نده. خستگی عضلات طبیعیه اما درد شدید طبیعی نیست. هدف این باشه که هر هفته فقط چند ثانیه بهتر از هفته قبل باشی. همین پیشرفت‌های کوچیک بعد از چند ماه نتیجه بزرگ رو ایجاد میکنه. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.